السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از بهترین اوها سیوما وارکم میخری راحت میکنی پس زکاز مگه او حال جنگ میگه چی با او میبرداریم. خلاص که برادران عزیز، این حال در شهر سن پترزبورگ حجامه عکس گرفته است برای انسانانی که میخوان حجامه گرفتن، برای انسانانی که پشتاشون در میکنن ست مهرا یا که نرک میبرارن دارواشون یا که در پشتاشون یا که در پاشون یا که در دستاشون. خلاصی که حجامه به تمام دردها دوا است. میتونید که انشاءالله به رقم های روی اکران مراجعت کنین. حجامه عکس رفته 1000 روبل همگی در اون هم بانک ها میدروین، هم لیزو ها میدروین، هم پریچت ها میدروین، هم پروستین میدروین، هم خدمت رسانی برادر میدروین، هم اپاراتی مساج کتی مساج میکنه. کلگیش همگی 1000 روبل. انشاءالله که مراجعت کنین، برادرها در خدمت هستن. الله هر یک ما شما رو نیامو باشه. بخشش آب بنوشیم به نهایت آب با مزه. میتونید کمی آب استفاده برین. این رکلام نیست، چیست توصیه برادرانه. و الله سبحانه و تعالی نگهبان هر یک ما شما باشه. بسیاری ها یعنی شکایت از جن شیاطین میکنن که چگونه ما باید خود را اداره کنیم یا اینکه محافظه کنیم. یعنی اول که انسان با تکیه به الله سبحانه و تعالی کنه او را یگان چیز ضرر رسانده نمیتونه، برای که الله میفرماید و من یتوکل علی الله فهو حسبه. هر انسانی که تکیه به الله میکنه برای کفایه های بسنده های. و اگر چی مشکلی دارین با تمام مشکلی اگر گرفتار باشیم، الله میفرماید و من یتقی الله یجعل له مخرجا. هر انسانی که تقوا میکنه، پرهیزکاری میکنه، الله را از تمام مشکلی ها بیرون میکنه. خوش به حال انسانانی که تکیه به الله میکنن، الله را پرستش میکنن، عبادت میکنن، الله را از تمام مشکلی ها بیرون میکنه. با دعا باشین، خدا نگهبانتون باشه. دعایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای هر کسی ما شما تعلیم داده یکی سحر بگو بخونین. یعنی هر کسی که لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر، همین 100 مرتبه بگه، انشاءالله که این روز او را یگان چیز زر رسانده نمیتونه، نه جین نه شیطان نه دیگه و دیگه. و هر کسی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که نمازی بامداد را خواند، من صلى صلاه الصبح هو فی ذمه الله. هر کسی که نمازی بامداد را خون او در ذمه خداونده. خداوند او را به عهده میگیره که او را یگان چیز ضرر رسانده نمیتونه. خدا نگهبانتون باشه. برای حج عمره رفتن از شهر تشکین عین حال عکس رفته است. میتونید که به رقم های روی اکران در واتساپ مراجعت کنید. برادرها در خدمت به قدر استطاعت یعنی خدمت رسانی میکنن. فی امان الله. السلام علیکم.